Cycle crash. No other vehicle is involved. The rider is unconscious and lying in the middle of the road. What's the first thing you should do at the scene? Give the rider reassurance. Clear the road of debris. Warn other traffic. Move the rider out of the road. دوستای نهایت محترم، سلام مجدد خدمت شما تقدیم است. امیدوار جور صحتمند باشین. 55 سوال که در اپ تیوری تست یوکی در بخش اکسیدنت و امرجنسی برای شما آورده شده. ما از سوال 1 تا سوال 20 را در ویدیوی اولی بر شما تقدیم کردم و حالا ویدیوی دوم به ادامه از ویدیوی اولی بر شما ترتیب کردیم. امیدوارم که براتان مفید واقع شود. حالا شروع میکنیم از سوال 21. سوال 21 گفته You arrive at the sense of a motorcycle crash. گفته شما میرسین در یک نقطه ای که اونجا یک موتورسیکل سوار حادثه کرده. No other vehicles involved. و کدام وسایل نقلیه دیگه در اون ساحه وجود نداره. و the rider is unconscious and lying in the middle of the road. و موتورسیکل سوار در حالت بیهوشی مصدوم است و در حالت بیهوشی در وسط جاده افتاده است. What's the first thing you should do at the scene. و شما امو اقدامات اولیه‌ای را که میخواین انجام بدهین یا اولین کار را که در این حالت باید بکنین او چی خواهد باشد؟ یعنی شما چی کار را باید در این وضعیت انجام بدین؟ سوال اول Give the rider reassurance. گفته شما برای موتورسیکل سوار اطمینان خاطر بدهین. گزینه دوم Clear the road of debris. جاده را از آوار و از به حساب مزاحمت های دیگه پاک بکنین. گزینه سوم Warn other traffic. شما وسایل نقلیه دیگه که میایه یا ترافیکی که در این مسیر در حرکت است اونا را آگاهی بدین از اکسیدنت و از حادثه. گزینه چهارم Move the rider out of the road. شما موتورسیکل سوار حرکت بدین در نقطه دیگه بیرون از سرک. اینجا شما دوستان عزیز میبینین که جواب ما پیش انتخاب کردم و جواب درست ما شما وارن ادر ترافیک است. گزینه سوم یعنی ترافیکی که در جریان در حال حرکت هست اونا را از این موضوع حادثه و اکسیدنت آگاهی بدین تا اینجا ازدحام ترافیکی صورت نگیره و اونا از موضوع از واقعه با خبر و از ساحه عبور کنن. You arrive at an incident. There's no danger from fire or further collisions and the emergency services have been called. What's your first priority when attending to an unconscious motorcyclist? Check whether they have any broken bones. Check whether they are breathing normally. Check whether they are bleeding. Check whether they have any bruising. سوال بعدی You arrive at an incident and there's no danger from fire or further collision. میگه شما میرسین در یک موقعیت حادثه There is no danger. اینجا کدام خطر دیگه دیده نمیشه از آتش سوزی و از برخورد بعدی. And the emergency service have been called. و برای سرویس امرجنسی یا نیروی مددرسان هم تلفن صورت گرفته، تلفن زده شده. What's your first priority when attending to an unconscious motorcyclist. میگه اما اقدامات اولیه شما چی خواهد باشد که برای شخص موتورسیکل سوار بیهوش که در روی سرک هسته افتاده برای باید انجام بدین. گزینه اول گفته check whether they have
any broken bones. شما یه دفعه چک بکنین که کدام broken bones بریزی اتفاق افتاده، یعنی استخوان شکستگی استخوان داره یا نه. سوال دوم گفته، گزینه دوم گفته check whether they are breathing normally، آیا این تنفسش نرمال هست. و در گزینه سوم گفته check whether they are bleeding، شما چک بکنین که این آدم خونریزی داره. گزینه چهارم گفته check whether they have any bruising، شما ببینین که این آدم کدام سوختگی در وجودش دیده میشه. جواب درست گزینه دوم می باشد که من بر شما انتخاب کردم و جواب هست check whether they are breathing normally. شما در وهله اول، در ملاحظه اول وقتی که میرسین، باید از حیات از آدم، از تنفس از آدم باید مطمئن باشین که آدم اما مسیر تنفسش باز است یا نه و وضعیت تنفسش نرمال است یا نه. در صورتی که اگر نرمال نباشد شما باید اولین کمک در بخش بازیابی تنفسی از آدم انجام بدین. میریم سوال بعدی. You arrive at the scene of an incident. You see a casualty who's not moving. What should you do first? Check if it's safe to approach the casualty. Start looking for a defibrillator, AED. Move the casualty into the recovery position. Begin cardiopulmonary resuscitation, CPR. دوستا سوال شده که you arrive at the sense of an incident، میگه شما میرسین در موقعیت حادثه. You see a casualty who's not moving، شما یک شخص مصدوم را میبینین که حرکت کرده نمیتواند و not moving. What should you do first، و شما در قدم اول باید چه کار بکنین؟ Check if it is safe to approach the casualty، شما چک بکنین، بررسی کنین که نزدیک شدن اصلا به خود مصدوم امین هست یا نیست. دوما start looking for a defibrillator, AED، کمک کنین، جستجو بکنین یک دفیبریلاتور را تا پیدا بکنین، چون ممکن این آدم نیاز به دفیبریلاتور یا همون دستگاه شوک دهنده داشته باشد. گزینه سوم move the casualty into the recovery position، شما مصدوم را در حالت ریکاوری قرار بدین. گزینه چهارم گفته begin cardiopulmonary resuscitation، یعنی CPR. گفته شما احیای قلبی ریوی را یا بازیابی تنفسی و پامپ خون در وجود زی توسط قلب اینمی را فورا شروع بکنین، یعنی همون شوک دستی را در بالای سینه زی مصدوم عاجل یک اقدام بکنین و شروع بکنین. دوستا در اینجا جواب درست همون گزینه اول می باشد. ما قبل از اینکه به شخص نزدیک شویم باید یک دفعه چک بکنیم که آیا نزدیک شدن ما برای شخص مصدوم آیا هیچ امین هست یا نه، ما اجازه داریم نزدیک شویم یا نه. اگر نزدیک شویم، نزدیک شدن ما دچار پیش آمدن یک خطر بعدی نمیشه در این حالت. What information should you share if you're involved in a collision that causes damage to another vehicle? Your national insurance number, your occupation and reason for your journey, your name, address and vehicle registration number, your internet service provider. دوستا سوال است که what information should you share if you are involved in collision that causes damage to another vehicle. میگه شما باید کدام معلومات را بدهین اگر شما عامل یک تصادف هستین و دو تصادف برای شخص دیگه یا برای موتر دیگه به حساب ضرر رساندین. اینجا نیاز است که شما برای کدام معلومات بدین. یک your national insurance number، national insurance number یا شماره بیمه ملی خود بدین. your
occupation and a reason for your journey. شما اما آدرس شغل و وظیفه خود بگوین یا دلیل سفر خود بریزو بگوین. Your name, address and vehicle registration number. نام خود بگوین، آدرس مسکونی خود بگوین و نمبر راجستریشن موترتان باید بگوین برای از طرف. گزینه چهارم Your internet service provider یا امو شرکتی که اینترنت شما را به حساب پروواید میکنه. از شرکتی که شما وای فای دارین، اینترنت دارین، قرارداد دارین امرایش بخش اینترنت یا آدرس از او رو باید بدین. کدام گزینه درست می باشد؟ گزینه سوم. وقتی اگر ما دچار حادثه میشیم و طرف از ما خواهان آدرس هست، خواهان معلومات است، ما نام خود، آدرس خود و راجستر نمبر موتر خود که بدیم، دیگه باز میتونیم که در بعد مشکل را با طرف حل کنیم. After a collision, someone is unconscious in their vehicle. When should you call the emergency services? Only as a last resort. As soon as possible. After checking for broken bones. After you've woken them up. After a collision, someone is unconscious in their vehicle. میگه حادثه صورت گرفته و بعض آدم ها در داخل موتر خود در حالت بیهوشی قرار دارند. When should you call the emergency service? چی وقت تو میتونی، چی زمانی باید تو با خدمات صحی یا با کمک رسانی یا امو تیمی اضطراری کمک بگیری، چیز بکنی، تماس بگیری. Only as a last resort. ای کمک را تو ای کار یا ای عمل تماس گرفتن فقط تو به حیث آخرین راه حل میتونی استفاده بکنی. اول کوشش میکنی دیگر راه حل پیدا بکنی، خودت مشکل حل بکنی یا سایر طرف کاربرای سر اگر میخوایی که کمک بکنن دریورا. نه یا نه میگی as soon as possible. هرچی عاجل، هیچ کار دیگه ای نمیکنی، زود به امرجنسی کال در ارتباط میشی و از موضوع اکسیدنت خبر میکنی اونا را. گزینه سوم گفته after checking for broken bones. اول تو چک میکنی که اینا شکستگی استخوان دارن یا نه. بعد از چک کردن شکستگی استخوان از اینا تو به تماس میشی با به حساب 999 یا تیمی امرجنسی سپورت. گزینه چهارم گفته after you have woken them up. پس از اینکه اونها کاملا به هوش بیاین، یعنی از حالت بیهوشی نجات پیدا کنن، او وقت تماس میگیری. دوستا اینجا ما هر موقع اگر خدای نخواسته با همچون حالتی مواجه میشیم، گزینه دوم در اولویت قرار داره و ما as soon as possible باید به امرجنسی کال تماس بگیریم و تیم امرجنسی را از حادثه با خبر بکنیم و کمک بخوایم. What should you do first if your vehicle has broken down on an automatic railway level crossing? Get everyone out of the vehicle and clear of the crossing. Walk along the track to give warning to any approaching trains. Telephone your vehicle recovery service to move it. Try to push the vehicle clear of the crossing as soon as possible. دوستای عزیز، سوال شده که what should you do first if your vehicle has broken down on an automatic railway level crossing. گفته شما چی باید بکنین اگر موترتان خراب میشه، broken down خراب میشه on automatic railway level crossing، در داخل امو سر خط لین به حساب ترین و قطار. لیول کراسینگ یعنی امو گذرگاه همسطح موتر و قطار میگه که هردوش تقاطع انجام میده. خط موتر از سر خط قطار عبور میکنه، میگه موتر شما ایندمی قسمت خراب میشه، شما باید در ابتدا چی کار بکنین؟ Get everyone out of the vehicle and clear of the crossing.
شما در ابتدا باید همه به حساب سواری های موتر پایین بکنین، از موتر خارج کنین و از گذرگاه دور بسازین. گزینه دوم گفته walk along the track to give warning to any approaching train. گفته در مسیر آمدن قطار باید شما حرکت بکنین، با پیاده متحرکت بکنین در مسیر قطار که قطار از اون جهت میایه، تا ای که شما آگاهی بدین یا خبر کنین که در قسمت لیول کراسینگ موتر در روی خط قطار به حساب خراب شده و مسیر مسدود شده توسط موتر. گزینه سوم گفته تلفن your vehicle recovery service to move it. گفته تو باید به خاطر جابجایی از این موتر هرچی عاجل به خدمات بازیابی یا به تیم کمک کننده اضطراری تماس بگیری تا موتر تو را از این ساحه انتقال بده از سر خط ریل یا خط ترین و قطار دور بسازه. گزینه چهارم try to push the vehicle clear of the crossing as soon as possible. شما کوشش بکنین که توسط طلا نمودن موتر از سر خط قطار دور بکنین و این موضوع در روی لیول کراسینگ که محدودیت وضع شده این فضا را آزاد بکنین و موتر را باید از گذرگاه دور بکنین. در اینجا دوستای عزیز گزینه درست گزینه اوله که get everyone out of the vehicle and clear of the crossing. اولویت جان خود ما و جان تعداد آدم هایی که در موتر ماسته، اولویت زندگی اونا داره که حیات اونا داره، باید ما هرچی عاجل موتر تخلیه بکنیم و آدم ها را از این قسمت دور بکنیم که هر لحظه احتمال داره که قطار برسه، حادثه صورت بگیره. You're performing cardiopulmonary resuscitation, CPR, on the casualty. When should you stop CPR? When you've completed 5 minutes of compressions. When you need to talk to the 999 operator. When they start breathing or a healthcare professional takes over. When you want to fetch a defibrillator, AED. You are approaching cardiopulmonary resuscitation CPR on a casualty. When should you stop CPR? میگه شما توسط شما شوک میتین به حساب یک شخصی که او در حالت بی‌حسی یا بیهوشی رفته و موضوع تنفسیش هم دچار مشکل شده، شما در حالت شوک دادن به او آدم هستین توسط فرمول CPR. When should you stop CPR? چی وقت شما امی عملیه CPR میتونین توقف بتین؟ When you have complete 5 minutes of compression. زمانی که شما 5 دقیقه امی عمل را انجام داده باشین، بعد از 5 دقیقه باید توقف بتین. When you need talk to the 999 operator. وقتی که شما نیاز دارید با اپراتور 999 صحبت بکنین، با تیم کمک کننده اضطراری یا پلیس. گزینه سوم when they start breathing or a healthcare professional talks over. زمانی که شروع بکنه ممی پروسه و when they start breathing زمانی که شروع بکنه به حساب تنفس کردنه or a healthcare professional talk over یا امی مسئولیتی انجام عمل CPR یک شخص متخصص مراقبت های بهداشتی به عهده بگیره. اون زمان شما به حساب دست از عمل انجام از عمل ورمی دارین چون شخص مسلکی وارد عمل شده. When you want to fetch a defibrillator AED
یا وقتی که میخواین برین یک دستگاه دیفیبریلاتور یا ایدی بیارین، او وقت شما دست از انجام پروسه سی پی آر میکشین. دوستان اینجا جواب درست کدام گزینه می باشد؟ وقتی که شخص مسلکی وارد عمل میشه یا شخص تنفس خود از سر میگیره، شما میتونین که در این حالت دست از عمل سی پی آر وردارین. You've broken down on a two-way road. You have a warning triangle. At least how far from your vehicle should you place the warning triangle? 5 meters, 16 feet. 25 meters, 82 feet. 100 meters, 328 feet. 45 meters, 147 feet. دوستا سوال است که you have broken down on a two-way road. میگه موتر شما خراب شده در یک جاده دوبانده. two-way road. You have a warning triangle و شما دارین یک مثلث به حساب هشدار دهنده. At least how from your vehicle should you place the warning triangle. میگه شما در چی فاصله میتونین که امی مثلث هشدار دهنده را به عقب موترتان در کدام فاصله باید در پیش روی سرک یا پیش روی ترافیکی که از پشت سر میه پیش روی ازو بگذارین تا اونا متوجه شود که موتر شما خراب شده. این فاصله مورد نیازی گذاشتن برای همچون یک مثلث اخطاریه یا مثلث که جریان ترافیک آگاهی بده از خرابی موتر شما چقدر باید باشد؟ در اینجا گزینه چهارم درست می باشد دوستا. گزینه اول گفته 5 متر، گزینه دوم گفته 25 متر، گزینه سوم گفته 100 متر و گزینه چهارم گفته 45 متر. گزینه چهارم درست می باشه. ما فاصله گذاشتن برای همچون مثلث را 45 متر کمتر انتخاب نمی کنیم و 45 متر لااقل باید فاصله باشد. At an incident, it's important to look after any casualties. What should you do with them when the area is safe? Move them away from the vehicles. Ask them how it happened. Give them something to eat. Keep them where they are. At an incident, it's important to look after any casualties. میگه در یک حادثه چی مهم است که تا شما ببینین بعد از یک و برای دیدن آدمای مصدوم میگه چی مهم است در یک حادثه به خاطر مراقبت از آدمی مصدومی که در اونجا قرار داره چی مهم است. What should you do with them when the area is safe. شما چی باید بکنین وقتی با آنها با آدمای مصدومی که در ساحه هستن when the area is safe وقتی که منطقه امن است، کدام خطر دیگه تهدید نمیکنه آدمای مصدوم را در محل حادثه. گزینه اول گفتم move them away from the vehicle، آنها را از وسیله نقلیه‌شان دور بکنین. ask them how it happened، از آنها بپرسین که حادثه چگونه اتفاق افتاد. گزینه سوم give them something to eat، بعضی چیزهای نوشیدنی یا خوردنی بر از اونا بدهین. keep them where they are، حفظ بکنین آنها را در همان جایی و در همان حالتی که هستند. در اینجا جواب درست گزینه چهارم می باشد و میریم به رد سوال بعدی. A casualty is not breathing normally and needs CPR. At what rate should you press down and release on the center of their chest? 60 times per minute, 120 times per minute, 10 times per minute, 240 times per minute. دوستان عزیز ببینید A casualty is not breathing normally and needs CPR. گفته یک مصدوم که حالت تنفسی از نرمال نیه
و نیاز داره به پروسه CPR، به همون شوک دستی برای بازیابی ریوی و به حساب قلبی. At what rate should you press down and release on the center of their chest؟ میگه شما با چی سرعتی باید اما قفسه سینه از این آدمی مصدوم رو باید فشار داده و رها کنیم. گزینه اول گفته 60 تایم پر منیت، گزینه در یک دقیقه باید 60 مرتبه. گزینه دوم گفته 120 تایم پر منیت، 120 مرتبه در یک دقیقه. گزینه سوم گفته 10 تایم پر منیت، 10 مرتبه در یک دقیقه. و گزینه چهارم گفته 240 تایم پر منیت. گزینه درست، جواب درست کدام گزینه می باشد دوستای عزیز؟ گزینه بی. اما نرمالش باید ما در هر ثانیه 2 مرتبه قفسه سینه شخصی که مشکل تنفسی و یا ریوی و قلبی داره باید لااقل در هر ثانیه 2 مرتبه ما بالای از فشار وارد کنیم و امو پروسه CPR بالای از تطبیق بکنیم که در هر ثانیه 2 مرتبه شود. در 60 ثانیه که 1 دقیقه است 120 مرتبه میشه. اینمی جواب معقول و اصولی و قانونی است. You arrive at the scene of a motorcycle crash. The rider is injured. When should their helmet be removed? Only when it's essential. Always straight away. Only when the motorcyclist asks. Always, unless they are in shock. سوال بعدی You arrive at the scene of a motorcyclist crash. میگه شما در نقطه رسیدین که یک موتورسیکل سوار تصادف کرده. The rider is injured و موتورسیکل سوار خودش مجروح است. When should their helmet be removed؟ چه زمان شما میتوانین کلاه ایمنی همون موتورسیکل سوار که در حالت مجروحیت قرار داره کلاه ایمنی از رو شما ازش دور بکنین؟ Only when it's essential. فقط زمانی که این یک نیاز باشد، در صورت لزوم، در صورت ضرورت شما میتوانین این کار بکنین، کلاه ایمنی از رو دور بکنین. گزینه دوم گفته always straight away، یعنی همیشه بدون فاصله به محض که رسیدی اول کلاهش دور کن. گزینه سوم گفته only when the motorcyclist asks، زمانی که موتورسیکل سوار این موضوع از شما تقاضا بکنه که کلاه مرا دور کنه سرم. always unless they are in shock، همیشه مگر این که موتورسیکل سوار در حالت شوک باشد، در حالت بی‌حالی باشد. اگر در حالت بی‌حالی بود شما دست به کلاه ایمنی زو نمیزدین. اینجا جواب درست only when it is essential، یعنی امو گزینه ای می باشد که هر وقتی که ما با همچون واقعی برمیخوریم اگر میبینیم نیاز هست که کلاه باید دور شود کلاه رو دور میکنیم و در غیر از او ما دست به دور نمودن کلاه ایمنی نمیزنیم که برایش خطرناک تمام نشود. ممکن کدام مشکلی در قسمت سر از وجود داشته باشد که ما خبر نداریم. با دور نمودن کلاه شاید ما مشکل جدی تر بسازیم. A collision has just happened. An injured person is lying in a busy road. What's the first thing you should do? Place them in the recovery position. Treat the person for shock. Warn other traffic. Make sure the injured person is kept warm. دوستای عزیز سوال شده که A collision has just happened، میگه یک حادثه ترافیکی اتفاق افتاده. An injured person is lying in a busy road، و یک شخص زخمی و مجروح دراز افتاده در روی سرک و سرک هم هست بسیار سرک مصروف و شلوغ. What's the first thing you should do؟
امو عمل اولیه‌ای را که شما میخواین انجام بدهین او چی هست؟ باید چی کار را شما در فرصت اول انجام بدین برای زو آدم. Place them in the recovery position. لطفاً او آدم را در وضعیت ریکاوری قرار بدین. و گزینه دوم گفته treat the person for shock. امی شخص مصدوم را توسط شوک درمان بکنین. گزینه سوم گفته warn other traffic. جریان ترافیک پشت سر آگاهی بدین از این قضیه. گزینه چهارم make sure the injured person is kept warm. باید مطمئن شوین که شخص مجروح یا مصدوم گرم نگاه داشته شود. در اینجا جواب درست، چون از سوال معلوم است که سرک بیزی هست و شلوغ است. اگر شما ترافیک عقبی را به حساب در جریان نگذارین، جریان ترافیک را از موضوع آگاهی ندهین، احتمال حادثه و خطر دیگه وجود داره. احتمال داره که خطر دیگه شما را تهدید کنه یا حادثه دیگه بار بیایه. پس شما گزینه سوم انتخاب میکنین تا ترافیک بعدی را شما در جریان بگذارین و از این موضوع آگاه بسازین. When are you allowed to use hazard warning lights? When traveling slowly because you're lost. When stopped and temporarily obstructing traffic. When traveling during darkness without headlights. When parked on double yellow lines to visit a shop. سوال بعدی When are you allowed to use hazard warning light؟ میگه شما چه وقت اجازه دارین که از hazard warning light خود استفاده بکنین. When traveling slowly because you are lost. وقتی که شما در حال حرکت هستین آهسته به خاطر که مسیر شما گم شده. شما همو هدفتان از پیشتان گم شده و مسیر خود پیدا نمیتونین. آهسته حرکت میکنین به اون لحاظ تا مسیر خود پیدا بکنین. شما hazard warning light چالان میکنین. گزینه دوم گفته when stop it and temporarily obstructing traffic. زمانی که شما در یک ترافیک متوقف هستین، در یک ترافیک موقت، یک رابندان موقتی ایجاد شده، شما در رابندان گیر ماندین، شما میتونین که hazard warning light خود چالان کنین. گزینه سوم گفته when traveling during darkness without headlight. هنگامی که شما رانندگی میکنین در تاریکی اما بدون چراغ جلو، چراغ جلوی موتر شما خراب است، روشن نمیشه، شما میتونین از hazard warning light استفاده بکنین. گزینه چهارم گفته when parked on double yellow line to visit a shop. زمانی که شما پارک کردین موتر خود در بالای دبل لاین زرد و خود شما رفتین در دکان به خاطر خرید. میگه در کدام حالت شما میتونین که hazard warning light خود چالان کنین؟ گزینه درست اینجا چی می باشه دوستان؟